بریم راجع به دلار ببینیم چه اتفاقی بیفته براش. تحلیل دلار رو ما قبلا به زیبایی توی کانال تلگرام داشتیم، بارها و بارها اعلام کردیم قیمت‌های 57 تومن 56 تومن اینا خریداتون رو داشته باشید، حجم زیادی از خریدتون رو. و اگر این اعداد 54 5 تومن 54 5 تومن داد، اینجا نهایتا 20% از کل مبلغی که میخواید باش ارز خریداری کنید یا حالا سرمایه‌گذاریایی که دارید مربوط به ارز میشه اینجا میتونید تکمیل بکنید. ما اینجا 60-70% پورتفوی ارزیمون رو باید تکمیل میکردیم. خب چیزی که ما اینجا داریم میبینیم توی دلار نقدی تهران هستش. یا این ABC بوده، مثلا این ABC بوده تکمیل شده اینجا موج چهاری که 4 درجه بالای ما، یا این ABC قرار بود بشه که تحلیل ما این بود که میبینید خب نشد، اینجا اومده بالا رو داده. حالا باید ببینیم الان نگاه کنید دیگه، حالا حد ضرر توی دلار خیلی اینجاهاش مطرح نیست. مثلا 57 تومن اگه حد ضرر باشه بعد بخوایم خرید رو 55 بدیم خیلی اهمیتی نداره دیگه. اینجا رو اگه این پایینو بده ما باش صبر میکنیم. حد ضرر ما میشه همین 52,000 تومن. اگه بخواد بیاد این پیوت رو مثلا بشونه زیرش کلوز بده، اونجا حد ضرر اصلی ما میشه. ولی این حالا یا این باید بره جلوتر ببینیم چه فرمی رو میخواد شکل بده. ممکنه مثلا این ABCD یه مثلث باشه مثل چیزی که قبلا اینجا شکل داده. ببینید اینجا قبلا یک مثلث رو ما ازش داشتیم، حالا اگه بخوایم درست در بگیریمش A B C D E و بعد شروع رشد 1 2 3 4 5. این ممکنه بخواد یه فرمی از مثلث رو اینجا شکل بده، یعنی A B C A B C D E این بره جلوتر اینجوری یک رنجی رو بزنه مثلث باشه، یا این ABC اینجا تمام شده باشه، یعنی یه ABC داده باشه موج 4 تکمیل، اینجا 1 2 و بخواد به صورت شارپ حالا 3 4 5 رو بره که دیگه میشه موج در واقع موج 5 درجه بالا شروع شده باشه. این موج 4 اینجا مثلا تموم شده باشه. حالا فعلا چیزی که مشخصه اینه که یا موج 4 اینجا تموم شده یا قرار موج 4 به صورت مثلث اینجا تکمیل بشه و رنج زده بشه. بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقی براش میفته. قاعدتا اگر این پیوتی که نتونستن بالاش کلوز بده رو بشکنه و بالاش کلوز بده، شما دیگه هر پولبکی رو باید خرید بکنید. ولی الان فعلا هنوز که این اتفاق نیفتاده. اگه پس این شکسته بشه، این عدد 62000 تومان بالاش کلوز داشته باشیم، ما پولبکاش به پایین رو خرید میکنیم که حالا یا توی مثلث باشیم یا توی موج 3 درجه بالا. اگه موج 3 باشه این خیلی شارپ هم میره بالا. این خدای نکرده اگر جنگی بخواد اتفاق بیفته احتمالاً این همون موج 3 باشه که بخواد شارپ بره بالا. عدد تارگت ها رو داریم می‌بینید 76 71 67 85000. اگر هم مثلث باشه که خب توی زمان صرف میکنه و بعداً بالا رو میده، چند ماه میتونه شهریور مهر آبان اینا زمان صرف کنه داخل مثلث و از آبان به بعد بالایی رو بده. پس فعلا تریگر خرید شکست 62. اگر هنوز وارد نشدید دلار خریداری نکردید، اگر خریداری کردید فعلا تماشا کنید ببینید چه اتفاقی میفته. اگر یک وقت این پایین رو داد، حالا این تحلیل قبلی ما بوده، ما گفته بودیم یه بالا و بعد یه پایین، فعلا این بالاشو داده و ببینیم پایینش چه شکلی میشه، میده اصلا یا نه. اگر پایین اعداد پایینتری داد، ما اینجا دیگه تا 90% 95% از پورتفوی ارزیمون رو میتونیم تکمیل بکنیم و بعد بریم برای عدد بالاتر. این هم از دلار. بریم طلای 18 رو با هم دیگه ببینیم. تحلیل طلا و دلار هم داخل کانال هست. هشتگ طلای 18 رو طلا رو سرچ بکنید براتون میاره. میتونید ببینید که ما کجاها خرید دادیم. اینجاها ما وارد بازار شدیم، اینجا پیشنهاد خریدش رو دادیم روی 2500 2600 که تا این بالا اومد، تارگت ما تاچ شد کاملا و بعدش هم یک اصلاح رو به پایین رو داشتیم و الان باز دوباره روند صعودی شکل گرفته. باز دوباره ما تاکیدمون روی اعداد 3300 3400 خرید مجدد بوده برای کسایی که جا مونده بودن خرید نداشتن یا می‌خواستن مجدد خرید بکنن. گفته بودیم که اکثر مقدار طلایی که نیاز دارن رو همین 3300 400 بخرن، توی کانال پیامش هست و بخشی رو بذارن برای عدد 300 3200 اگر این پایین رو داد. خب تریگر خرید طلا شکست این سقف ایکس بوده که اینجا می‌بینید که این لیبل گذاری غلط بوده. ما انتظار داشتیم یک پایین رو داشته باشیم توی طلا روی این اعداد، ولی خب می‌بینید که همچین اتفاقی نیفتاد. الان در بهترین حالت 1 2 3 4 5 یا 1 2 3 4 5 اگه باشه این میشه A B C، این میشه A B C
این میتونه یک ABC باشه به صورت فلت، یا میتونه یک ABCDE باشه، یک مثلث تکمیل شده به این صورت. ABCDE و یک پرواز 1 2 3 4 5 میشه در واقع یک از درجه بالاترش. اینجا رو ما 1 2 3 4 5 اگر بخوایم ببینیم، احتمالاً یک اصلاح کوتاه یا حالا حتی بلند فرق نداره و یک موج 5 از یک تکمیل بشه و ببینیم یک تا کجا میاد. این تارگت رو براش داشتیم توی کانال تلگرام، توی تحلیل قبلی گفتیم که حالا نزدیکشه 3700 این بیاد. حالا بعد از این اصلاحی که اینجا داره فعلا نمیدونیم اصلاحمون تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. حالا این به این صورت بیاد، اینجا ما میتونیم خریدمون رو تکمیل بکنیم توی موج 2 برای اعداد بالاتر 1 2 3 4 پیش بره. و البته اینم باز دوباره دقیقاً مثل شاخص بورس دیگه، بعد بره جلوتر ببینیم که چه اتفاقی قراره براش بیفته. یعنی ممکنه مثلا باز ببینیم آقا اینجا موج اصلاحی که اینجا داره، موج 4 که اینجا داره هنوز تکمیل نشده، مثل شاخص بورس. یعنی مثلا ببینیم مثلث A B C D E اینجوری بخواد بره جلو. ولی حالا فعلا کاری که میشه کرد و چیزی که مشخصه اینه که ما اگر یه موج سودی دیگه داشته باشه بیاد یه عدد پایین‌تری رو بزنه توی این کف موج 2، ما بتونیم اگه کسی وارد نشده هنوز یا اون حجم از پورتفولیوش رو که می‌خواسته اینجا داخل طلا بیاره میتونه اینجا خریدش رو تکمیل بکنه، چون تریگر خرید صادر شده و دیگه بریم برای اعداد بالاتر. حالا یا همین اعداد اینجا هستش به صورت زمانی و بعد پرتاب چند ماه بعد، یا یک راست داخل همین موج 3 4 5 میتونه این کمترین جایی که میتونه ببینه همین عدد 4300 4600 و حالا اینا خیلی بالا میشه دیگه 5600 فعلا کاری باش نداریم. ببینیم تا کجا میره دیگه، ما هم تا هر جا رفت باش میریم، هر جا تریگر نزول ببینیم ازش خارج میشیم. اینم از تحلیل طلا 18. ممنونم که من رو توی ویدیو همراهی کردید. حتما توی کانال تلگرام عضو بشین، اونجا همه تحلیل هست. احتمالاً تحلیل ویدیویی و در آینده همینجوری توی یوتیوب بروز بکنید. پس اکانت یوتیوب رو حتما سابسکرایب کنید. نظراتتون، سوالاتتون رو توی کامنت بپرسید، حتما جواب داده میشه و خیلی مخلصم.